4 сомон 4 сомон. барои шумо масалан ҳам қимат несту хӯ? Қимат ёган 2 сомон ҷамъ қимат ёган 4 сомон. خیلی که به همگان معلوم است در همین 2-3 روز اخیر نرخ همین کارتوشکا یک باره با اون که 70-80% بلند شد. یعنی همین 2.5 سوم بود 2.80 من هم خیلی نرخ بود حاضر یک باره با 3.5-4 سوم رسیده است. سبب اساسی روز که در بازار ما دهقانی اصل نیست. همین فروشنده‌ای که در بازار هستن اینو با خرید فروش مشغولند. رفته از بازار یک لخت همین کارتوشکا آورده در بازار ما میفروشند. تقریبا 3 روز پیش سریم وقتی که نرخ پرسیدیم نرخ یک باره اول 3.20 بود. روز دیگه‌اش بود 4 سوم بخیست. سوال پرسیدیم گفتن که در بازار یک لخت نرخ یک باره 3.5 سومونی بخیستگی. رفته در حقیقت بازار یک لختی که در گیبرازیم هست رفته دیدیم که در حقیقت راست بود است. اونجا از 3 سومون و 20 درهم سر کرده تا 3.5 سومونیا کارتوشکا نرخش دادم اون بگی. اصلا سبب همین کم شدنش این از همین پاکستان وارد نشدنی در تاجیکستان کارتوشکا میباشه فکر کنم. در دکان ما 3.80 تا 4 سومون است. شما چند پولی می‌خرید و سبب قیمتش سبب قیمتش همینه که نیست همین چیزا که میارن 3 سوم 70 میده اونجا خودش. ما با همین مقداری هم 10 درهم مونده همین چی بزرگ فروخته است 3.80. اصلا کارتوشکا کدوم میارن؟ این پاکستان بود دامو ارزان بود دوزی هم قیمتش دیگه 3.70 همون پاکستان خودش وزی. اما از چاش 3.60 3.70. آدمایی که میارن کارتوشکا خودرویی که پاکستان میارن چی میگن؟ سببش همینه که میارش میگه که قیمت بگیری بگی نگیری نمیتونی با کیلوکی نمیتونی. مثال فقط تون نمی خوبچه میتونی مثال اما مردا که خریدار میخره زورش با خوبچه نمیرسه خوبچه 220 میشه 3.80 مثال که همو قیمت و وابسته میاره دستخلات محکم شد نه مثال پگای نه یه روز رفتیم 3.5 بود با آوردن 3.70 کردن پگاش نیست همین چیزا که دخول قیمتش که شما قیمت میگیریم خواهی 2 کیلو ما قیمت همپوشن ضرور ریم چی باشه